قطعا گل میشد. خیلی دور بود از دستان آگیرزا بالا، اما شانس تو بازیکن بیلبائو که دروازه‌ش رو برای بار دوم باز نشد توی مسابقه. چهارمین شانس رئالیا که فقط یکیش گل شده. آقا نمیدونم شنیدید یا نه، اجازه من سایلنت کنم. نمیدونم شنیدید یا نه. سوتی گزارشگرا بازی زنده رئال مادرید و اتلتیک دقیقه 43 از اول بازی، البته شبکه ورزش، اسم گزارشگرشون نمیدونم چون اصلا مهم نیست، همون بهتر که ندونم. از اول بازی بالای 20 بار این آقای گزارشگر اسم دروازه‌بان اتلتیکو تلفظ کرده آگیرزا بالا. خواهش میکنم اونایی که اپلیکیشن های آنتن یا تلویزیون رو دارن برن این بازی رو یه بار دیگه نیمه اولش رو ببینن. امیدوارم بهش گوشزد کنن بین دو نیمه. برید ببینید آقا، بالای 20 بار این گزارشگر اسم بازیکن رو گزارش کرده آگیرزا بالا. این بازیکن آریزا بالاگاه، آریزا بالاگا رو آگیرزا بالا گزارش کرده. آقا خوش باشید.